در این چاه‌های پرتابگاه شهر دوشنبه سگ‌های به گفته مسئولین بی‌صاحب و بیمار را می‌پرتویند. 365 دونه سگ. سمندر هر صبح سگ‌ها را قبول می‌کند. در یک ماه اخیر 365 سگ را آوردند. اکثرا به گفته سمندر جسد سگ‌ها را می‌آورند. ما قید میکنیم نوباداری بلو را زنگ میزنیم در چی پرتوی بلو اونجا یاماها هستن در یاماها پرتش میکنیم. عادتا زنده میبیارن سگو؟ نه سگو رو میپرونن بعد میارن. در هم بسشون جای پروندن دارن در همونجا میپرونن بعد میارن. جسدشون شما میبریم؟ جسدشون میارن در اینجا ما با قید میگیرم نوباداری بلو را زنگ میزنم میگم چند تا سگ اومد تو اینجا در آن پرتیم. مسئولیت جمع‌آوری سگ‌های بی‌صاحب و بیمار از خیابان‌های شهر و مؤسسه‌های استفاده بری راه‌های ناحیه‌های پایتخت بر دوش دارند. آنها با جلب گروه شکارچیان از ساعت 3 شب تا 5 صبح در کوچه و خیابان‌های دوشنبه سگ‌ها را بازداشت می‌کنند. طبق قاعده سگان بازداشت شده تا 3 روز در نقطه‌های مخصوص نگهداری می‌شوند. نه جن نگهبانی سگ‌های حیوانات دایده به نظارت اونا حلقه‌ای که با حلقه سگا داشته در آنجا و می‌قپن و نگهداری می‌کنن. همین سگی که دهانبند نداشته باشد، اشنیک میگن گردنبند نداشته باشد و نداشته باشد سگ دایدو حساب می‌خورد. میان ساکنان بحث و نگرانی‌ها در رابطه با پروندن سگ‌ها زیاد شده است. مسئولین در این رابطه صحبت نکردند، اما ساکنان میگویند خود شاهد مناسبت بی‌رحمانه با جانوران بودند. به اندیشه ما مناسبت انسان دوستانه با جانوران در تربیت نسل نو خیلی مهم است. ما میدانیم که تأسیس پناهگاه‌های اجتماعی برای جانوران آسان نیست، اما ما امیدواریم این پیشنهاد ما دستگیری می شود و ما با جلب اختیاریان از میان خوانندگان و دانشجویان این کار را خواهیم کرد. مسئولین میگویند حالا بجز از انتقال سگان و جانوران بی‌صاحب به پرتابگاه دیگر راه ندارند و اگر آنها را بیرون نبرند خطر حمله به انسانها و باعث افزایش بیماری‌های هاری می‌شود. اساساً کودکان برای چه کودکان چون که بسیارتر کودکان به سگو نزدیک میشوند و او را دوستداری میکنند، بسیارتر و او کمتر معلومات درباره خوف سرایتی این بیماری و دیگر بیماری رو دارند. این واکسن هست که پولکی این زرپرمین هم دارد. خدمات سانیتاری و اپیدمیولوژی کشور در یک سال 12,000 حادثه حمله سگ‌ها به انسان‌ها را ثبت کرده است. در یک سال تا 15 نفر در پی گزیدن سگان می‌فوتند. به گفته متخصصان اکثراً در سر زدن چنین حادثه‌ها هم خود آدمان گناهکارند، چون در نگهبانی جانوران بی‌مسئولیتی می‌کنند. بدبختی در چی است؟ مردم میروند از بازار خودشون برای بچه‌ها یک سگ بچه می‌خرند، می‌بیارند، یک روز بازی می‌کنند، 2 روز، لیکن سگ بازیچه نیست و سگی که ما به خانه می‌بریم و به ترتیبی‌های زیاد می‌کند تا مایده هست. در بدیل مردم میزنند، اونا بیرون میکنند از خانه، دفع میکنند، میپرتویند به کوچه. از همینجا افزایش سگای دایدو از همین است. از تولد شوی سگچه در بیرون نه، این به نظر کم میرسد. مسئولین میگویند آنهایی که نگهداری جانوران را برداشت میگیرند باید تمام قاعده های بی‌خطری نگهداری را رعایت کنند و سر وقت اعم کرده شود. کارشناسان باور دارند بی‌مسئولیتی انسان‌ها باعث افزایش سگان دایدو می شود تا زمانی که این بی‌تفاوتی به تقدیر من بعده جانوران باقی میماند. صدها از این جانوران سرگردان و خوار و زار می شوند. شادمان یتیم، زرانگیز نوروزشاه، آزادی، دوشنبه.